ابراهیم تنها پسرش را برای قربانی کردن در راه خدا آماده کرد و با چاقوی تیز آماده فرمان خدا بود. ولی هر دوی آنها نمی‌دانستند که قوچی 500 سال قبل در بهشت برای همین روز آماده خلق شده بود. پس به خدایت اعتماد کن. هنگامی که نوح دعا کرد: خدایا این مردم تو را نمیپذیرند و مرا اذیت می‌کنند و عذابشون بده. هیچ وقت فکر نمی‌کرد خداوند بشریت را به خاطر او غرق کند و فقط او و همراهانش را نجات دهد. پس به خدایت اعتماد کن. حضرت موسی در گهواره‌اش صدای فریادش از گرسنگی تمام قصر فرعون را پر کرده بود، چون سینه هیچ زنی را برای شیر خوردن نمی‌گرفت و این گریه‌ها به خاطر زنی بود که پشت رودخانه منتظر دیدار پسرش بود و لطف رحمت خدا باعث شد مادر به پسرش برسد. پس به خدایت اعتماد کن. وقتی یونس در شکم نهنگ بود و تاریکی بر او غلبه کرد، یونس از خدا عذرخواهی کرد و از صمیم قلب صدایش کرد. خدا هم او را از غم و اندوه تاریکی نجاتش داد. پس به خدایت اعتماد کن. زمانی خداوند یوسف را از زندان بیرون آورد، صاعقه‌ای نزد که دروازه زندان را از جا بکند، بلکه یک خواب را در آرامش شب به ذهن پادشاه انداخت تا باعث آزادی یوسف شود. پس به خدایت اعتماد کن. یه نفس عمیق بکش و بگو: خدایا شکرت که هستی. اگه دوست داشتی به عشق خدا بنویس: خدایا سپاس. فرمود: نترسید، من با شما هستم، همه چیز را میشنوم و میبینم.